خواهران و برادران عزیز، نام من ایندی است. دختر شاه منوالله خان غازی هستم و ملکه ثریا. امروز از خداوند بزرگ به اندازه ممنون هستم که به 90 ساله که هستم باز اینجا میتونم به شما عزیزان تبریک بگویم برای 100 سال مراسم کلان ما استقلال و به تمام ملت پاک افغانستان تبریک میگم. از رئیس جمهور ما معتبر آقای اشرف غنی و از بیبی گل جان تشکر میکنم، تبریک میگم، تشکر میکنم که من را به کابل مهمان کردن. استقلال افغانستان برای ما البته بسیار چیز مهم بود و مهم هست، از خاطر که پیش از او هر کار، هر پروبلم کلانی که ما داشتیم که حکومت افغانستان رو داشت باعث همیشه تیر می شد از ویسرای امپیر بریتانیک. وقت آزاد شدیم با مملکت‌های آزاد مستقیم می شد که ما رباط داشته باشیم. یک چیز زود براتان میگم که فارسی ما در خارج یاد گرفتم، بسیار ضعیف است اما ایمان ما قوی است. وقت شاه منوالله خان غازی استقلال آورد به افغانستان، اولین جمله که گفت اعلان کرد که حال اسلحه ها رو بر کنار بگذاریم و قلم بگیریم به دست ما، چون یک مملکت به سواد هیچ وقت آزاد نمیشه. آنان غلامی ها رو، خشونت و اینا ممنون کرد، کمیسیدی چه برطرف ماند و کلانترین آرزوش همی بود و شروع کرد به مکتب ساختن برای بچه ها و دخترها پسامتر و 5 سال مجبور بودن که بچه ها به مکتب ابتدایی درس بخوانند، در صورتی که در غرب 3 سال فقط لازم بود. ما وقت 100 سال پیش 100 سال پیش از ایتالیا و فرانسه و اینا سر همین موضوع جلوتر بودیم. باز از به 1923 اساسنامه آورد. مملکت‌هایی که دور افغانستان بود و آل پاکستان از وقت هندوستان بود اساسنامه نداشتن و قانون که لازم که هر نفوس افغانستان زن و مرد میتونستن کار بکنن، هر کسی که قابل بود امی قانون آورد و به غرب بعد از 30 سال این قانون برآمدن. ما 100 سال پیش 20 سال پیش بودیم.
امی جنگ که شد متاسفانه شهید زیاد شده، ولی فراموش نکنیم که به چند ولایت که نفوس کم بود مثل پکتیا و منگل، زنای افغان تفنگ به دستشان رو گرفتن و وطن خود برای وطن خود جنگ کردند. من مخصوصا طرف خانوما نیستم، من هستم طرفدار انسان خوب. به هر جنگ ما متاسفانه شهید داشتیم. جنگ‌های قدیمی، قرن قدیم، جنگ استقلال افغانستان، جنگ در ضد شوروی. شهیدان رو فراموش نکنیم، هم سیویل هم نظامی. برایشان دعا کنیم، فراموششان نکنیم. امین. پدر بزرگوارم به ما یاد داد از خردترکی که ما مردم باید جد ما فراموش نکنیم، احترام کنیم، ولی بدانیم که ما از هر قوم افغانستان هستیم. و حال امروز فکر میکنم که 34 ولایت افغانستان هر کدام یک گل است و هر کدام مخصوص یک عطر داره، یک رنگ داره، یک ساز و شعر داره و امید دارم که تمام اینا گت شود ما بین مملکت ما وطن عزیز و یکی از دیگه یاد بگیریم تا که یک دست گل فوق‌العاده برای نزدیک شاه امان الله خان غازی یک همسر فوق‌العاده قوی داشت، ملکه ثریا، که به وقت 20 سالگی فهمید که وظیفه‌شو دیگر رقم است، وظیفه جدی، و از همسر خود خواهش کرده که کفایت نداره که من ملکه باشم، میخوام وزیر معارف شوم. دخترش محمود طرزی بود. یک ملکه فوق‌العاده دلسوز بود، مثل بیبی گل. او وقت دیگه کار سخت بود، گپ زدن با ملت، رادیو نبود، تلفن نبود، باسی مردم جمع می شدن مثل امروز و گپ زدن سخت بود امرایشان، مخصوصا امرای خانوما. مادرم اولین کاری که کرد یک مکتب ساخت به نام عربی بود و وقت نام ناجه چی نام بود؟ خواهرم مرا یاد نمیتن. مستوره، آفرین. باز پسانتر نامش ملاله شد. و پدر و مادر دخترای بزرگ، 3 تا خواهرای بزرگ من اونجا فرستاد و خواهش کرده از معلمان که فرق نبینه ما بین دیگه دخترها. اول 13 دختر بود، باز از 10 سال نه، باز از 1 سال 300 دختر بود، باز همیشه زیادتر شد. دخترای افغان
تشنه درس خواندن داشتن. اگر نه پیشتر به خانه می خواندن، مگه مکتب رفتن دیگه چیز بود. شاه خانم ملکه ثریا یک شفاخانه هم ساخت. او وقت شفاخانه، مکتب، هر چیز خرد بود، مثل 400 بستر نبود، البته سخت بود. وقت به این شفاخانه 3 تا پرستار خارجی آورد، مگر به این 3 تا پرستار گفت کفایت نداره که شما ناجرای ما را علاج کنیم، یک پروگرام بسازیم که برای دخترای افغان پرستاری رو یاد بدیم. همیشه هیت بود که یاد بگیرن. شمال خان قاضی کارای زیاد کرده که حال اگه بگم تا سب و صبح میشه. از خاطر او فقط امیر میگم که پدرم به چند مملکت مهم سفارتخانه های بسیار مقبول خریده. زمین خود به مملکت ترکیه بخشید و به مملکت ایران. با دونا پسانتر البته زمین دادن برای حکومت افغانستان. پدر بزرگوارم یک آدم وطن پرست، یک مسلمان اصل بود، یک ملت دوست فوق‌العاده بود، یک پدر بسیار مهربان بود. از شما رئیس جمهور تشکر میکنم که این را آباد ساختین. این یک سمبل است برای همه افغان‌ها، مقصدم به همه نفوس که به این وطن زندگی میکنن. و با اجازه تان ما یک گپی میزنم که ممکن بسیار اوفیسیل نیست. امیر میگم به شما رئیس جمهور، وقت ما خرد بودیم پدر بزرگوارم به ما همیشه مواظب بود و وقت کار خوبی میکردیم یا نوت خوب میگرفتیم از مکتب یا حرکت خوب میکردیم، به ما میگفت شاد باش، آفرین. حالا با اجازه تان از طرف من خب بسیار آدم خرد هستم، مگر از طرف بابا جانم، از طرف شاه امرالله خان قاضی برای شما میگم شاباش، آفرین.